سلام، من نسیمم و اینجا قراره کلی فیلم و سریال خفن و کمتر شناخته شده ولی واقعا ارزشمند بهتون معرفی کنم. اگه دنبال یه سریال کوتاه، هیجان انگیز و متفاوتی، حتما تا آخر این ویدیو با من باش. قراره راجع به یه سریالی صحبت کنیم که احتمال زیاد اصلا اسمش رو هم نشنیدی، ولی اگه ببینیش میگی ای کاش زودتر دیده بودمش. اسم سریال هست 11-22-63. داستان سریال راجب ترور جان اف کندیه. ماجرا از جایی شروع میشه که یه معلم ساده دبیرستان به اسم جک یه راز عجیب رو میفهمه. صاحب یه رستوران محلی بهش میگه یه درگاه مخفی توی انباری داره که هر وقت ازش رد شی میری به گذشته. اونم نه هر زمانی بلکه دقیقاً به سال 1960، یعنی حدود 3 سال قبل از ترور جان اف کندی. حالا صاحب رستوران از جای یه درخواست عجیب داره. برو به گذشته و جلوی ترور کندی رو بگیر. و خب اینجاست که همه چی تازه شروع میشه. اگه به داستانهای سفر در زمان علاقه داری یا اون سبک داستانایی که یه نفر میره تو گذشته ولی نباید زیاد دست به چیزی بزنه چون همه چی خراب میشه، این سریال برات فوق‌العاده است. فضای دهه 60 رو خیلی خوب درآورده، از لباسا گرفته تا ماشینا و حتی موسیقی. یه جورایی حس میکنی خودت رفتی تو دل اون دوران. حالا چی باعث خاص شدن این سریال میشه؟ اول اینکه بر اساس رمان استیفن کینگ ساخته شده، پس باید انتظار داستان قوی و پیچیده داشته باشی. دوم، بازی جیمز فرانکو که خیلی خوب تونسته حس یه آدم معمولی ولی درگیر یه مأموریت بزرگ رو نشون بده. و سوم اینکه یه سریال کوتاه، فقط 8 قسمته و داستانش کاملا بسته است، یعنی نه وقت تو هدر میده نه آخرش باز میمونه. و آخر اینکه داستانش فقط راجع به جلوگیری از یه ترور تاریخی نیست، بلکه پر از چالش‌های انسانی، احساسات، عشق و انتخاب‌های سخت. حالا چرا باید این سریال رو ببینی؟ اگه از اون دسته سریالای خسته شدی که وسطاش کش پیدا میکنن یا آخرش نمیدونی چی شد، اگه دنبال یه داستانی که هم فکرتو درگیر کنه هم قلبتو، و اگه به داستانای ترکیب تاریخ و تخیل علاقه داری، 11-22-63 یه انتخاب بی‌نقصه. در کل این سریال یه تجربه خاصه، نه خیلی معروفه نه کلی تبلیغ روش بوده، ولی از اون کاراست که وقتی تموم میشه یه حس عجیب ته دلت میمونه. پیشنهاد میکنم یه فرصت بهش بدی. فقط 8 قسمته ولی احتمال زیاد تا چند وقت ذهنت درگیرش میمونه. اگه دنبال معرفی فیلم و سریالای خاص‌تر، متفاوت‌تر و کمتر دیده شده ای، لطفاً لایک و سابسکرایب یادت نره. کلی کار خفن تو راهه. مرسی که تا اینجا همراه من بودی. تا معرفی بعدی، فعلاً.